سلام خدمت حاجیای عزیز. بازی الوصل امارات و المحرق بحرین با تساوی 2-2 به پایان رسید. من داشتم این بازی رو مستقیم نگاه میکردم. دقایق آخر واقعا فکر ما شانس آوردیم که المحرق گل سوم رو نزد. حالا با این نتیجه فکر میکنم که استقلال حتما نیاز به یک برد لذت بخش امشب داره و در صورتی که بتونیم امشب با پیروزی بازیمون رو تموم بکنیم، شانس صعودمون به مراتب بیشتر میشه و به یک امتیازی المحرق میرسیم به امید پیروزی.